اومدیم به این چالش که چالش حدس بلاک. چالش حدس بلاک کیوی میخواد که حدس بلاکایی که من براش چیدم و حدس بزنه. بریم چی کار میکنه این کیوی خان. کیوی خان بچین. هدف چیه؟ دایمونده نیفتی احمقی. چند تا؟ 2 تا. درست. یه دونم راهنمایی داری؟ یه دونه؟ بله. ایشم بپرسم نداره؟ بیردنه خونم؟ بچه ها اگه این ویدیو 100 تا لایک بخوره من و کیوی شهری که توش زندگی میکنیم و لو میدیم. نه این لو نمیده، من لو میدم. تو لو میدی؟ باش بگو. 2 تامون اونجوری لو دادیم دیگه. 0. بابا ریدستون نذاشی. بذار ریدستون نذاشی. خب بیپ چند تا 2 تا. این چرا اون شکلیه؟ دو تا درست. آقا از همه یه دونه 2 تا گذاشتی؟ بله دیگه داداش. آقا حال گذاشتن ندارم. طلا چند تا درست؟ الان فکر کن اینجا همشون طلا. 2 تا. ناموسن درست داریم دیگه. تو میگی فکر کنمش طلاه. من چون عقلش کبه یا من بذارم تو دروغ میگی. 2 تاست. چند تا درست؟ 2 تا. اون چرا دوباره اون شکلی شد؟ بهش توجه نکن. بابا آخه تو یه کیوی بخوای حدس بزنی و یا من بخورم. سوالم الان میتونم بپرسم؟ بله. الان چند تا درست؟ این سوالم نیست هنوز. 0. خب خالی هم نذاشتی. تقارن چیزی که چیدی؟ سوالت میره یا باشه رفتش. تقارن چیزی که چیدی؟ یس. واه فهمیدم دیگه. این میخوام اینا رو شروع کنم. اول ایمرالد بذارم، بعد گلد بذارم، خب بعد هدف رو بذارم. یه دونه ندارایت بود دیگه. این ندارایت رو میذارم ولی وسط. 2 تا آهن بود. آهن چند تا درست؟ 3 تا. 3 تا درست. این ندارایت درسته. بقیه کنیم. ماما چون اونو نکندم. یه مشکل خودت. ردستون که نبودش. بچه هم دونید اگه کیوان بندری برقصه چی میشه؟ رقاص. خیلی